سلام دوستان، امروز هم در خدمت شما هستیم با آموزش برداشت جایزه یا سود از سایت بتایم 90. خب همونطور که میدونید سایت بتایم 90 یکی از سایت های معتبر ایرانیه که حالا بازی های متنوعی رو برای کاربران خودش ادامه داده. حالا شما تو این بازی ها بازی میکنین و شرط بندی میکنین و سود خودتون رو به دست میارین. حالا چطور میشه که سود خودتون رو برداشت کنین؟ برای برداشت سود در طور بعد وارد اکانت کاربری خودتون بشین و از منوی سمت راست روی برداشت جایزه کلیک کنین تا این سه روش برای شما بیاد. الان من بیام پایین تر. تو قسمت برداشت جایزه شما در حال حاضر توسط دو روش میتونید برداشت انجام بده. یکی توسط شبای بانکی، یکی توسط کارت به کارت محلی و یکی دیگه توسط ارزهای دیجیتال. اخیراً تا اواخر همین ماه به اصطلاح روش پرفکت مانی هم داخل این گزینه‌ها موجود بود، ولی خب چند وقتی که الان از روش پرفکت مانی استفاده نشده اینجا و شما در حال حاضر فقط توسط کارت بانکی و شماره شب و ارزهای دیجیتال میتونید برداشت خودتون رو انجام بدید. خب حالا ما در صفحات جداگانه برای شما باز کردم اینها رو تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات کاملتر. خب این قسمت برداشت محلی کمتر از 1 ساعت که همون روش کارت به کارت. خب اینجا گفته که برای برداشت جایزه حداقل مبلغ 1 میلیون تومانه و حداکثر مبلغ برداشت از این روش هم 5 میلیون تومانه، یعنی حداقل 1 تومن و حداکثر 5 تومن میتونید توسط این روش برداشت انجام بدید. و گفته که توسط این بانک ها ترجیحاً برداشت انجام ندید. و اینجا هم در کمتر 1 ساعت واریز برای شما انجام میشه. اینجا موجودی شما و موجودی قابل برداشت شما برای شما به نمایش در میاد. اینجا مبلغ رو میتونین تعیین کنین که از 1 تومن تا 5 تومنه. نام و نام خانوادگی خودتون رو بعد اینجا وارد کنین و نام بانکی که میخواین توسط اون برداشت انجام بدین که اکثرا از بیشتر بانک ایرانی پشتیبانی میکنه. و اینجا باید شماره شبا رو وارد کنین، اینجا هم شماره کارت و برداشت بزنین تا برداشت برای شما انجام بشه. خب بریم سراغ روش دیگه. اینم برداشت مستقیم با سایر بانک ها. گفته که حداقل زمان واریز 1 ساعت و حداکثر 24 ساعته. خب برای برداشت جایزه حداقل باید 500,000 تومان در حساب کاربری خودتون داشته باشین. حداکثر مبلغ برداشت هم 50 میلیون تومان در روزه. و اگه سطحتون از 1 تا 10 باشه برداشت روزانه 5 میلیون تومان برای شما فعاله. اگه از سطح 11 به بالا باشه 50 میلیون تومان در روز میتونه برداشت انجام بدین. اینجا هم موجودی و موجودی قابل برداشت برای شما میاد. اینجا هم مبلغ که حداقل 500,000 تومانه تا از حداقل از 500,000 تومان تا حداکثر 50 میلیون تومان. اینجا مبلغ رو میتونید انتخاب کنین. نام و نام خانوادگی، نام بانکتون رو میتونین انتخاب کنین که از اکثر بانک‌های ایران پشتیبانی میکنه. شماره شب و شماره کارت برای برداشت جایزه کلیک کنین تا برداشت برای شما انجام بشه و سودتون برای شما واریز بشه. خب حالا میایم روی این گزینه کلیک میکنیم. اینجا هم که برداشت مستقیم توسط ارزهای دیجیتاله. اینجا هم سری اطلاعات داده. میان پایین تا توضیح میدیم موجودی قابل برداشت و موجودی که حالا دارین. اینجا مبلغ برداشت رو وارد میکنین. ارز مورد نظر خودتون که یا ترون باشه یا تتر باشه. اینجا هم آدرس کیف پول خودتون رو وارد میکنید و برای برداشت جایزه کلیک میکنید تا برداشت برای شما انجام بشه. پس به همین طریق توسط این سرایش میتونین خیلی راحت و آسون برداشت سود خودتون رو انجام بدین.